اگه میخوای اسپینر سایز 1 بتونی پرتاب کنی باید از نخ براید سایز کوچیک استفاده کنی، مثل 12 14. چوب و چرخت هم باید با نخ میزون باشه. حالا بریم برای این چاله ببینیم این چیزی من چه کنیم. ماشاءالله ماشاءالله. خب راه سازیش هم باید اینجوری باشه واسه ما کنیم. ماهی اصلی آب نمیخواد اصلا جلو. راه سازی که اینجوری باشه حتما باید دستتون اول خیس کنید بعد ماهی رو راه سازی کنید. اینو نگه دارید. خال قرمز خوشگل و زیبا. کمترین آسیب دارم سعی میکنم چیز کنم، قلاب از تو دهنش نزنم. اصلا ماهی هدف من خال قرمز نبود واقعا، من دنبال قزل رنگین کمان بودم. اینم یه خال قرمز. دوربین رو بنداز کن بریم برای راه سازیش. موشک مرسی ممنون.